إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در مسئله زکات یک برادر بار دارد، بار آوردگی است، میخواهد که زکات بدهد. اون بارش مثلا که همون چیز چارش است، متاعش با کدام نرخ باید حساب کند؟ با پول بار آوردگیش حساب کند مثلا که بار آوردگی است، یا اینکه با پول فروش حساب کند؟ در اینجا سخن در این است که از همون بار زکات داده می شود یا نه از همون چیز چارش میتواند که بدهد. اما نرخ به چی حساب کند؟ نرخش چخیلی که الان ما انشالله بعضی قولها را بیان میکنیم که در اونجا اهل علم چی میفرمایند. بعضی اهل علم فرمودند که وقتی که همون بار را میارد در همون شهر، نرخ همون بار با نرخ جمله فروختنش، جمله با اونی که آپتون فروختنش بگیم، آپتو وقتی که هم را میفروشد چند سو میرود، همون نرخ حساب میکند. در اینجا در محمود الفتاوا صحیفه 514 میفرماید که وقتی که یک نفر بار میارد، از قاعده فقهی میگه فهمیده میشود که همون بار وقتی که نرخش فرق دارد اخی، وقتی که مثلا یک پاپشی رو میارد، یک لباس هم میارد، اگر اون دانه به دانه اگر به سودا بماند شاید که 5000 مثلا که روبل میفروشد، یا که مثلا که $20 دام میفروشد، مثلا دانه کی بفروشد. اما اگر آپتون بفروشد شاید که $15 میفروشدش یا که $10 میفروشدش مثلا. یا اینکه دانه کی هم بعضی هست که $20 میفروشد، شاید بعضی 70 مثلا $17 میره، شاید میگه مثلا که $15 میره، هر خلافتش ممکن هست. به همون خاطر همین ها را از بین برود میگد. یک قاعده گذاشته است در محمود الفتاوا در همون کتاب زکاتش که میفرماید که از همین فتوا فهمیده شد که وقتی که همون با یک نرخ میفروشد، اگر یک خریدار میآید تقاضا میکند تخفیف رو مثلا ارزان کردن از طلب میکند، مثلا که چند قدر همه را ارزان کرده فروخته میتواند. مثلا وقتی که تو یک خریدار میاد قضیه تو سودا میکند، میگه بگی خمیره $20 نیو مثلا که دمن $15 دو فروشته، میگونی $17. خیر رفته که تو همون را در $16 راضی میشه با دادن همون نرخ میگه حساب میکنی. میگه این فتوا را از امداد الفتاوا آورده است و در محمود الفتاوا اینا ذکر کرده است. یعنی که همون نرخی که ارزان کرده میتیاد بعضی مشتری ها ده، یا اینکه همون بار از همون شهر با نرخ آپتوم چانس میگیرته میتوند همون نرخ کرده میدهد. یعنی که با نرخ خریده که همون شهر ده آپتومش چانس است، یا اینکه با همون نرخی که اگر ارزان کرده یا اینکه آپتوم فروخته چانس میتوند همون نرخ قطعی حساب میکنه همون بورش مثلا. به هر حال نرخی که از دیگه جو خریده آوردگی است با اون نمیدهد و همون شهر خودش رو اهمیت میدهد. اگر در همون شهر خودش آپتون هم باره مثلا که آپتون میتونه که $10,000 هم بورش بگیره مثلا میتوند مثلا، یا اینکه آپتون میتونه بفروشه هم $10,000 مثلا، یا اینکه یک سوداگر بیا خریدنی میسازه گپ پاتینکایی که $20 هم $16 میتیاش میسازه گپ، همون خیلی حساب میکنه مجموع هم بورش و از اونجا پول زکات به حساب میبرد مثلا. و دیگه که هست مثلا که اگر $30,000 باشد 70 مثلا $30,000 باشه $75 میدهد، $6,000 باشه خیلی حساب کرده خودش میتونه که به حسابش برود. خلاصه اگر که بعضی ها نرخی همون با تیلا حساب میکنند، تیلا از 85 گرم شروع میشود، 2 گرم و 12 میلی گرم چند بگم که با مثلا که با از 10 و چند میدهد زکاتش رو. اما از نقره که باشد 595 گرم شروع میشود، 5 درهم میدهد. از 595 درهم 200 درهم خودش 595 گرم می شود، از اونجا 5 درهم شو میدهد. که 295 درهم اگر ما تقسیم 200 کنیم خودش گرم های نقره میبرد هر یک درهمش. اجا فهمیدم که 5 درهم شو میدهد. از طلا هم میخیل از 20 مسقال مثلا نصف مسقال میتاد، 20 مسقال 85 گرم طلا میشود. میگه این محمد شوقی الهی هم در تفسیر ضروریش میارد، اینم در تفسیر ضروری در حاشیه‌اش ده و شرحش ده همین تعلیق کرده است ذکر میکند. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.